یک دقیقه. السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری نوروزی ها. برای شما دوستان امروز قرار داریم ما در نوروزی زرافشان. برای شما دوستان اندکی هم باشد از رفت همین جشن عید ملی تاجیکان، عید نوروز شما رو خوش آمدید میگیم به دهه زرافشان، به دهه شیرمردان. برای شما حاضر از سخنان دامولا همچون یک سخن تبریکی بهر مردمی که زرافشان ما رو نگاه میکنن از شهرهای مسافرت. دوستو دامولا برای شما یک سخنی نیک میکنن. دوستو الحمدلله رب العالمین و عاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. اما بعد برادران محترم، به همین من شما معلوم که همچون بهار نوروز جمشیدی رو خط بگیریم. امروز ما در دیار ما عید نوروز داریم. به خاطر همین از نام خودم شخصا، از نام دیار و تمام مردم تاجیکستان و تمام مسافرایی که در گرد اطراف هستند، پروردگار آنها را در امانش نگه دارد. خداوند مبارک گرداند آنها را برای روز نوروز و ما شما را همه وقت صحت و سلامت و با تا نوروز دیگر با امان باشیم. آخر دعوانا الحمدلله. برکه استاد عزیز، سلامت شما. اینو میفرستیم تو خواهد؟ این پراموی افیر هم میتونه برای مردم تماشا کردن. در مسافرت حال خیلی مردم نگاه میکنن. خدا سلامت دارن. من دوستان گلوی اولوچه علاقه یک به طبیعت یک زینت زیبا رو داده استاد دوستان عزیز ما. خدا سلامت باشید. اینها انم اولوچه بندکوی نزدی میدانچه زرافشان. ببینید چه خیلی سفید و با خود یک جامعه نو باور کردگی است. دوستان اینا فصل بهار کبودی رو میبینی، واقعا چشم انسان دم میگیرد. خیلی زیبایی های طبیعت رو دیده. برای شما از رفت آمادگی های همین نوروز خجستپی دهه زرافشان که در منطقه یکم چسکه قرار دارد کمی هم باشد، از رفت آمادگیری های همین محله همین دهه شیرمردان یک نوار میگیریم. دوستان عزیزی ما، لایق جان لایق جان به یک سخن تبریکی برای دوستو. هیچ گم ندارم من دوستو. بیا بس خم میکنی مردم پراموی فی باشد یک گوش کنه لایک ها رو درخ نمونه برام مردی که شپیدن گره لایک ها رو زنده و سلامت باشید. 28 برام از خاطر 28 لایک زنگ گره. خدا نگهتون داره. درون با کردن گره دام ما بچه ها کردن برام سوچش کنم باشه مهمونی کنم. خوب من واقعا میدان آماده کرده ایستادن دوستان عزیزی ما برای نوروزی. اولو بر وقت است، تقریبا ساعت 9 یا اینکه 10 آماده می شود نوروزی. من برای خوشی و خرسندی سر بچه ها و خیلی کودک ها و خیلی بازی ها آماده کرده هستند تا اینکه اینها نیز یک وقتی خوش داشته باشند. دوستان عزیز من مثل همیشگی اکوی شیخ نظر در خدمت مردم انشاءالله. دوستان طرز آماده کردن پختقند برای خرسندی کودکان ما. زنده و سلامت باشند دوستان عزیزی.
البصری السلام علیکم گفتیان. البصری بالا و چه خیلی برای گذراندن نوروز. الحمدلله حاضرش خوب است اما به فکرم باران دادگی است معلوم نه. امید میکنیم که یک هوای خوب نقش شود تا اینکه نوروزی خوب گذرد دوستان. شادی محمد زرین سلام علیکم. نوروزی در کجا؟ در زرافشان. خیلی که در سراول دیدید دوملو تبریک کردن اینه که در زرافشان بود. این نمودی چی میگو نوروزی. و علیکم السلام چطور جان؟ روزوران تبریک اینجا بگو شهر نوروزی میدونی سر کن شهر نوروزی. سوانک میشه سوانک در جیو شما کمشه زنیم دیگران در خود باشه زنیم سوانک دم زبان است سوانک سیلسله دار است سوانک بوی بهار است. بهترین محمد جان یک سرودی برای همین در وصف بهاری یک شعری سمالک گفتن دوستی عزیز من خدا خواهد نوار بردارها هم در اینجا آماده هستن. حاضر از آنها درخواست میگنیم میگن سخنی تبریکی داشته باشن اگر برای دوستو تبریک میکنن ایدی نوروز رو. زنده و سلامت باشن اکای خودم. اون سخنی تبریکی باشد اگر پرامای افیر برافزوده خم نکنه گو تبریک کنید مردم ها. نوروز زرافشان مردم سربلند زرافشان تبریک میکنیم. ما در خدمت مردم زرافشان همیشه نوار برداری بهترین حرکت میکنیم که نوارای خوب گیریم. پشتینگان باز ما سخنای خوب نوار گیریم این که مردم بینن شاد شوند. بله بهترین اقدام رحمت برای خدمت‌های اکو. نامتون چی بود؟ محمد رحیم امینم در خدمت مردمی زرافشان. منم مطارم آماده کرده ایستادم. بله دوستان شما رو خیلی سخن میکنه زنده و سلامت باشید. اکا یلداش بای گو سخن تبریکی ها قدر مسلمان تبا پیش در این اطراف‌ها پرامایم تا ودمون نگاه دارم مورا. دوراب مولاتالی و السلام علیکم همسین عزیز خیلی شون نازل سلامتیتون نازه رحمان رهبر اودینازا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامی گرم و جوشان از مسکو با زرافشان. دوراب مولاتالی الهیم خداوند نگه دارتون باشد همسین عزیز. سلام دیم ماسک بچه زرافشان سلام گوید انشاءالله. البته نوروز حاجی میرسیم که میکنه دوستم چخیلی که دیسال یک هفته باز مرا گفتگی هستن که همین نوروزی رو نوار میکنی به همون خاطر من نمیتوانم در حاجی امیر قرار داشتن رو. زنده و سلامت باشید. اکای یلداش بایگو سخنی تبریکی باشه پرامای افیر برافزاده. سخن تبریکی همه دهن شما جرمون نه با شما دیگه خیلی گم میزنید. الحمدلله روز نوروز داریم. خلق جمع شده از همه مردم زرافشان تمام مردمای ناحیه رو دعوت کردگیان مرحمت نور دیده بیاین عید گذرونیم ان شاء الله. خدا قدمین روزی دیگه تشریف بیارن خدا قد ان شاء الله. من خصوصا اکای یلداش با شما رو دعوت کردن برای نوروزی کسایی که نفهمیده بود. زنده و سلامت باشید. برکیاوی من جوانو علیکای در خدمت. خدا خواهد این دیگه کدوم محله من دیگه نواباد یک انشالله برای دوستا خدا خواهد اوش علمینجا میپزن حتما مهمانو رو با اوش بلازت شکماشون سر میکنن. دوستا مرحمت نید دوستا با نوروزی زرافشان پاور خطاتون نوم تو چیزه باوی بهوادین راست دیگه اوش این کسی یکم بار من خوردگی نیستم و همون خاطر سخت رکلامشون نمیکنم که اوشی با لذت دارن گفته. خدا خواهد
اگر اوشون خوریم حتما بهاگذاری میکنیم اوش یکورا زنده مسلمان خدا خواه نوروز حاجی مسجد سلام علیکم از اباکان با زرافشان زنده باشن شیرای اباکان مهربان حاجی امروز دارد امروز نوروزی بله اونجا هم دارد اما ما قرار داریم در نوروزی همسایه زرافشان زنده باشن شیرای زرافشان راهبر تمام مردم زرافشان رو با فرارسی عید نوروز تبریک می‌نمم الهی هر روز در تاجیکستان همین خیلی خورسندی باشد رحمت مهربان حاجی امیرов دارد نوروزیانه بله دوستان حاجی امیرov نیز دارد نوروزی من دوستو یک با همشون یک سیمای زیبای خود رو بنابراین آماده کرده هستند برای خوش آمدیدگویی مهمان ها دوستو این خیلی سخنه تبریکی ها باشد دیگه برای بیننده های کانال یون خیلی سخنی تبریکی باشد به ملال یون خیلی شرم داشته یا اینکه دعای نیک برای مسافرها که حاضر ما رو نگاه کرده ایستادن دعا کنه بچه‌ها در مسافری تماشا کرده من خدا خواهد به سر دعای پیری مغانی را گرفتید انشالله در کسب کاراتون برکات بیاره خدا بله پیری تاکسیستای زرافشان این کس من میشناسم خدا نگهشون داره محلی نوابونه اونا انا دوستو دیگه اسیام انا خدا خواهیم این دیگه محلی کجا محلی باغ یک انا محلی باغ برای مهمان ها آشی یک به یک آماده کرده است خدا خواهد اگر نصیب کنه از این آشی یک به یک پاور اخوجان انا بهترین پاور اخوجان اخوجان سیدونی نکنه داخلی تیار مرحمت بابام پیش تو خانده اون پس سخنی تبریکی باشد فراموی افیر سلام تو خوبه نه خدا باشد تیار شه خدا بابه من دوستان از بوی همین آش همین یک مست شدیم چیز نگیری نه نسته شد رحمه با بید حاجی امیر رو هم محلی باغ انا بابا صفا حاجی یا بکری انا پیری و تاکسیستا خدا خواهد نه حاجی تبریک اینجا نگاه کرد رئیسی گستاندش رویا گستراخ تمام اهالی تاجیکستان به روزی نوروزی عید نوروز تبریک میکنم رحمت دویم صحت سلامت باشن نوروزشون عمری دراز بینن نوروزشون مبارک باشن نوروزشون پیروز باشه راهبر آدینزاده یک دعا از پیران به غریبان بیرون از وطن من پیری مغانی همینجا بیستادم خدا خواهد در حق شما دعای نیک میکنم خدا خواهد انشالله خدا خواهد الهی آمین پروردگارم به کسب کارمان عمر جانمان و همه عیدمان الهی پروردگارم قد فیروز گردانم فقط نوروز باشد ربنا آتنا فی دنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار پروردگارم در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا فرمایند و ما را از عذاب آخرت نجات دهند الله اکبر شش برای کار بهترین دعا بهر غریبا و اینچین بهر حاضرین خداوند همه را زنده و سلامت به نوروزهای آینده نگاه دارد آنوار تو میکنم چوکره آنوار انا ماشین داره اینجا تو باید باشد گفت کنی قول ما چونش میکنم کندر زنی او کندر باشدی علام نکنه اگر موزه علام نمیشه او کندرم گرد او کندرم میگه مخلوقه چی درخت روسیه باورم کنی اوش میپزه توجیه السلام علیکم این دیگ محلی کجا بوده؟ محلی و کشلاق پویون گذری پویون و الکوی بیگ محمد محلی الکوی بیگ محمد خدا خواهد اینا رو هم نو آمادگی دیستادن برای آماده کردن تمام نوروزی UFC خوش آمدید عقیده زرافشان خبر شماه نوم تو چیده؟ محمد یعقوب منم محمد یعقوب خدا خواهد با آش با لذت خود مهمانا رو طعمشون رو بالیده میگردانم خداوند
در کسب کارشون برکات دیاد، در دیگشون نیز برکات دیاد، تا اینکه همه مهمان ها سیر از همین دسترخوان محلی زرافشان. این آدم رئیس محله خداوند رئیس محله را زیاده گرداند. گوشتی نسته او بله گفتم گاز موتور آوردن، خصوصا با راهبری اکای میرامان شریف انشالله هم همین به یک تنظیمات خوب در آورده می شود همین میدان نوروزی انشالله. من اکو که در میان باشیم کسان هستند اون کس همین همین کارا را نظارت می‌کنن، چون که بی سردار گفته که کار پیش نمی رود. حتما یک شخصی تجربه دار باشد که مردم نشان دهد که چی کار کردن و چی ماندن. دوستان اکار روید گذاری بین نوار کنید، انشالله هر یک گذره با نوبت من رفته نوار میگیرم. دوستو بعد از اون بعد رفته از حاجی امیرف نیز یک همین خیلی افیر میکنم، بعدا اومده در همین نوروزی قرار میگیرم. گذاری بابای مرساله گوشتین کلان نبر. بله دوستان گوشتین کلان مهمانا رو از هر گوشه و کنار دعوت کرده که هستند برای همین نوروزی. سلام نوروز مبارک گفتیان مسجد. خوش آمدید عقیده زرافشان. اکور روید گذاری بین نوار کنید. خدا خواهد نصیب مناسیان ببینم گذاری بینش کدام باشد، اما از یک طرف رفسادیم ببینم که کدام گذر است چی گذر است. سنی کلان نبرد گفتن صوفیه رمضان. بله دوستان ما صوفیه رمضان در کجا؟ در نوحه مسجد منطقه یکمش است که جماعت مسجد کلخوزی زرافشان. کوی بشم رکلام میکنید خیشم. بله حتما بعد از این خدا خواهد رفت یک از همونجا نیز یک میخیل دوام میمی افیره میگذرانم تا اینکه شما نیز از همونجا با خبر باشید. دوستان عزیزی ما عادل آشپز سلام نوروزی راغ پرتید. دوستم نوروزی راغ همیشه من پرتفتم، هر چی بود تا باران من همیشه گذاشتگی هستم. حتما در همونجا تماشا کنید دوستان. نوبت خطی محلی کجا؟ انا دوستی عزیز ما رسیدیم به همون درخواست شما محله بین. انا خداوند دستی پاور درد نبیند برای اوشی این معرکه نوروزی، دستی کمر همت بسته احتیاطیان در آن اینجا. خداوند در کسب کارشون برکات دهد. اجبارم خیلی سخن تبریکی برای نوروز مردمی که حاضر ما رو تماشا کردیم. من همه اکادی اکای نجم الدین خداوند خداوند سلامت شو داره. ها اومدن حاجی اومدن. نه کنی نه حاجی فشن گاب همه دادم اومدم. از در بازار گفتن که من نوار نکنیم، من در اونجا میبینن گفتن مال بازار برامو این جند نوروزه تو کوی بیاد تبریک نه حاجی گپ میرم من خدا خواهد از دهان پیر مغانی یا دعا یا اینکه تبریکات. من این بود سری دیگی محلی بین داریم. همه مردم خدمت کردی شدن از محله بین.
دوستان شما یک سخن تبریکی خودمون نگه ما دارم انا دوستو خداوند همشون سلامت دارد همشون کمر همت بسودن برای همین آمادگی نوروزی همین جای گذاری بند همین دسترخوانی گذاری بند اوگلوای هم میتونید اونو در می اوگلوای 16 دسترخوان ما سیام کنه ول خدا خواهد ولی این مهمونای اول خال مهمونه مخصوص همینجا میشینن نه؟ این نامی جان دایی بهترین محمد سلام علیکم سوزت خوبت حاجی نوروز مبارک شد رحمت دوراندش سلام دوستان محمد سلام گوید تقایی ما را ملک شاه انشاءالله محمد اکا بیگ محمد سلام رسانید ام سلام اینجا محلی کجا بوده حاجی؟ محلی زرافشان یک انا دیگی نوروزی را انشاءالله آماده کرد وقتی سبزی را آبریختنش برسیده ما دوستان من پاور نوم یکای پاور چیزا بود؟ من زیاوادین خداوند در کسب کار یکای زیاوادین برکات دهد چند کیلو آش ریخت شده؟ 40 کیلو خدا بهترین 40 کیلو آش برای مهمونه از دور نزدیک می اومدگی سلام علیکم و علیکم سلام آقای سیف الله اخونزاده انا خدا خواهد دوستا خدمت کرد سودیان و برای چای آماده کردن خداوند دولتاشون رو زیاده گردانه کوچی نوابود برسیدیم خدا خواهد لایق جان همتون خوش مسافرها بوده است مرحمت دوستان عزیزی ما حاضر خدا خواهد می اکو یک سخنی تبریکی میکنن برای مسافره که حاضر ما رو نگاه کرسادیان من دوستان سلام علیکم یک سخن کنید برای مسافره که حاضر ما رو نگاه کرسادیان نوروز هممون مبارک شود رحمان کوئی وقت دعا باشد دعای نیک مردم نگاه کرده بیسوشون کرد تدی صحت خاطر جمع الهیم هممون صحت سلامت باشیم نوروزمون مبارک شود بهترین سخن بهترین تمنیات برای مسافرها برای تمام دوستان عزیزم من خدا خواهد اکوید شما منو سرد معلم شما گرم متنی شما رست شده اوساقال محلی نواباد برای مهمونو اون سخنه تبریکی ها که دعای نیک باشد اگر گوید حتما مردم حاضر ما رو نگاه کردن اولا السلام علیکم همه حاضران گرامی من شخصا از نام میخوام و از نام همین محلی اخیری زرافشان و همین روزی سعید نوروز همه مبارکباد میگیم الهیم خداوند در دهخونه خداوند برکت عطا فرماید تینجی امانت تاجیکستان عزیز ما رو خواهش دارم بهترین تمنیات بود برای تمام مردم تاجیکستان و تاجیکستانیانی روی دنیا محله نواباد نوارگر التماس این بود حاضر محله نواباد اکای اسرار سلام گوید اکای اسرار کی بدن شما را سلام گفتن اکای آرزو مسجد زرافشان با پیش اکای سنگی محمد بهترین کی بود اکای سنگی محمد شما گرفته و از سخن کنید بود مردم اشتیاق پزمان شما شدن حاجی را سلام رسانه نوروزی قطعی تبریک گوید انشاءالله دامولا سید محی الدین سلامت باشن
نیستیم دیگر در این نوروزی ها خیلی نصیب خداوند هیچ کس نمیداند که فقط در کجا هست و در چه احوال است. اون وقت خداوند همه را نگه دارد در هر جا که باشند. خداوند همه را زنده و سلامت نگه دارد. السلام علیکم. این محلی کجا بوده؟ محلی همین نواباد. محلی نواباد باغ یک هم خدا خواهد مردم باغ یک آمادگی دیده ایستادن برای دیگ نوروزی. حاضر خدا خواهد نصیب کنه دیگه از یگان شخصیت های اینجا دعای نیک میگیریم برای مردمی. اینا نگاه کردن آدم این تا 29 آدم نگاه کردن. ناروف سخن کنه. ناروف کیا؟ ناروف حاضر ناروف کمتر بندن دارن میان میدان برای آماده کردن صحنه گوشتین. من پیر دیار خدا خواهد دعای نیک کن برای مسافرها. پیر دیار نوبت داملا را میرسه. نوبت داملا را میرسه. شما خواهد سخنی نیک کنه مسافرها حاضر ما رو نگاه کرد سادیان. امروز روزی نوروز است. در تاجیکستان ما در اون دیاری همیشه بهار زیبای تاجیکستان و این روز همه را تبریک میگویم. از جمله اونهایی که در این جشن اشتراک ندارند تماشا کنند، بینند، خرسندی کنند اینکه خویش و توار آنها فرزندان آنها در این روز چقدر شادی خرسندی دارند. مهنتشان الهی پروردگارم باورار باشد، تن جانشان صحت سلامت باشد، از آفت‌های زمین و آسمانی نگهشان دارد. هیچگاه فراموش نکنند اینکه تاجیکان با آنها، ما با آنها هستیم. نام ما را همیشه به سری پس نیو، همیشه در مسافرت نام تاجیکان را بلند دارند. بهترین سفرشان بخیر باد، شایش کارشان باد، رزقشان روان باد، همه خوشی‌های زندگی نصیب و روزیشان باد. بهترین تمنیات از پیری دیار خداوند دولتشان رو زیاده کند. آمین. پیر خدا نگهشان رحمت. من باید که نگه سخنی تبریکی باشه. از نام همه مردم زرافشان مسافرها رو شما تبریک کنید که خدا نگهدارشون باشه. خدا سلامتشون داره. برکیا و این مردم نوابادی با خداوند همش نگاه دارد در حفظ امانش. اکا جانگی السلام علیکم. داملا تین خوبه سلامت خوبه. از این سخنی تبریکاتی باشه دیگه دعای نیک همینطور مردم ما رو نگاه کردن. البته خداوند دعا کنیم که مثل همین بهارش همیشه انسانیت و خرام و سبز نگه دارد. این روزی نو همه انسان خوبی ها و نیکی ها و برکی زندگی حیات نصیب شده. دعا میکنیم از پروردگار اینکه مثل همین شکوفانی که امروز حیات زندگی دنیای ما و شما هست و تن دنیای زندگی ما و شما هم حقش هم شکوفان گرداند. خدا فقط پروردگار مردم نصیب گرداند که با مال مهنت حلال رزق خودش کنند. آمین. بهترین تمنیات بود زنده و سلامت باشن. دیگه نوروزی برای مهمانان خدا خواهد آماده شده است. کم کم مهمانایی که نه فهمیده باشد همه را دعوت کرده هستند. همین شهرمردای همین دیار برای نوروزی امروز همتون مرحمت نیست ساعت 10 خداوند عمرشان دراز گرداند. معلم سلام گوید. کیا معلم برفتن. خداوند عمرشان پربرکت گرداند. آمین. سلامت باشند همشان. یک دعا گفتن رهبر آدینه داملا را سلام گوید. خدا خواهد شیرعلی امانو معلم سفر سخن کنه. کیا معلم سفر من سفرشان برفتن. خداوند نگاهشان دارد. معلم سفر ارزو. آمین. ارزو محلی شما کدام بود؟ همینجا بود.
سلام ما را از مهاجرت مهنتی به دامولا اسمت الله رسانید و ما دعای آن کس را انتظار هستیم. خداوند سلامتشان دارد. جاهای دنیا همون بچه ها باید کنیم لبی زابر این لبی زابر محلی لبی زابر در کجا باشده؟ لبی زابر پایین ها بلنده کی بگم ما هم بالا فرانه مکه آرزو بالا بوده است همونجا ما اومده مکه همین طرقتی بعدا حاجی امیر میریم اونجا هم کمی همین خیلی نوار میکنیم. جهانگیر شما رو زکست کردین سخن کنید گفته اگه سخن کلولا میگم ما خدمت نکنیم با شما برای جوانو پولی ما را پالتی نیستیم من خدا خواهد همه در خدمت خرد و بزرگ اکا از محمد اینجا خدا خواهد وقتی آش همین جبه خدا خواهد شما رو مهمونی میکنم سکوتر همین کسا بهترین احتیاط نیست سکوتر رو کم تر وینده فهمیده؟ اختاتون نه مثلا دفعه بیمه صورت دیگه ببریش کم داره هم دیسا ده هم سینو آدم تو نگاه میکرد بود نویسادیم شما رو نک کس کردن نیستاده سلام این محلی کجا محله نوابود بالا های نوابود بالا خیلی سخنی تبریکاتی دیگو تو در کجا دیگو بالا هایم در بالا تیار کردن از دیگه این محله اون محلی نوابود بالا میفرورن سر دیگو شنده است خیلی جوانو خیلی در همینجا خدمت کردن کمری همت بستدن دسترخوان کم کم هم باشد آراسته کردن یا پیش محلی سنتر بره محلی سنترش در کجا همینجا نیست که اگر بردیم خیلی سخنی تبریکی برای مهمونه که این سری دسترخوان شما میبیان هیچ چی باید داره حق هم تو من نگاهتان کردم تو 41 آدم شما رو نگاه داره سلام ما رو به مردم زرافشان رسانید نوروز مبارک شود. شوریک میرزایف مهراب سلام گفتن زلفیه عثمان و سلام به مردم زرافشان بابا اشور که از ناس یا بابا اشور تبریک هستم. محمد اقبال سلام گوی شما من اقبال شو حتما سلام شما رسید. محمد نجیب الله سلام. فرید جان خوجه برد التماس محلی سنتر التماس دوستایی که من نگاه میکنند من زنگ نزنید که افیر من ویران میشه 3 بار یا رقم من زنگ زده افیر قطع شده. سلام از نام واروخ مردم واروخ خداوند نگه دارد جو که باشند. اکا بهردین سلام گوید من اکا بهردین سخن کردم میگریزم. دوربشا جمیل و سلام اکای سخنور سلامت باشند روز نو باشه مبارک باشند. بهترین تمنیات بود از جانب سخنور بعد دوربشا و اینشین تمام بینندهای حاضرین. بهردین رجب و سخنبای سلام از نام بهردین رجب خداوند نعمت شما سلامت باشید. همتون روز نوروز مبارک. بهترین بود تمنیات. در پیش گوشه این کنار از مهمان ها را از تمام گوشه و کنار دعوت کرده هستند. من حاضر کرنه نوازا از نمیدونم از کجا آمده ایستاده باشن حاضر یک کرنه نوازی میکنن. از این کرنه نوازی آنها نیست یک صدای آنها رو میشنویم بعد و خواجگی حاجی امیر میریم ببینیم که در اونجا چگونه آمادگی دیده ایستادن دوستان عزیز ما. فرید جان همین اوگل طرفی چپ برید محلی سنتر در همون اوگل جوش باز را همون جمعونم اکو دوباره با فکرم باز نمیگردم. بخشیش اگر
خب ببینم این کرنای نبوده چیکار میکنن. سلام به کل مردم زرافشان، مبارک شود نوروزی عجم. عزیز تجه که از نو امان سعید سلام از شهر ایرکوس به سعید اکبر، نوروز مبارک. حاجی ها می نوازه. یک بار دیگر برید التماس. زلفیه عثمان و نوروز مبارک باشد. کریم بردی. این کرنای نوازی برای شما دوستا، برای غریبایی که این زمان نگاه کرده ایستاده ما را. زنده و سلامت باشه. مجید لطیفوف محمد سلامی گرم خوشحال ما را از مسکو و مردم زرافشان نوروز مبارک شود. همین یک گروه جوانانه که اول زمان میبینه اینا همش صاحبای میدان دارو و همین تنظیمات همین میدان همین دوستا همشون وای میکنن. نگاه بینی میکردگی این سورا همین مردم هستن من دوستا. محمد زیا فرخزاده رحمت برای نوارها. ایوان و سلام از دهه منگدانه نوروز مبارک. موسابه سونور سلام از قزاقستان و مردم زرافشان و وارو. امیرشاد دولتوف سلامی من مردم زرافشان رسانم از مسکو. امیرشاه فوتبال راستیاب خبردار نیستم. محمد سلام گرم ما رو از مسکو رسانم مبارک شود. ملیک رحمت بابا غیاث شکرالله و صلاح را سلام گوید. آرزو مسشام ملیک گوید زنگ زند. ملیک گوید زنگ زند. آرزو از نام بچه نیاز بابا اکای ملاخطی به سلام گوید. عثمان ابراهیم سلام. محمد جان سلام از یکترین به همدیارا نوروزشان مبارک باشد. یک حاجی امیر آروه چی گفت؟ ملیک رحمت آرزو شما سلام گفت. سلام بچه کراسنیاش. زلیان روشا. زلیان روشا. من از صلاح الدین به هم سلام گفتگی بدم. تو همه سلامت باشن. ریامو افیران. نه همراه غیاث پهلوان همین دیار خدا خواهد کنترل گرد میدان در دست همین برادرها. جانبه که سلام گوید نوروز مبارک شود انشاءالله.
اله خداوند همشه نگهدار باشد. سلام علیکم اسکمنگورسک امین صفویف و علیکم سلام بر کل بیننده های انامین افیر. خداوند همش نگاه دارن. محلی سنتر انامین موجودانه دوستو، محلی سنتر گفتید دوباره باز گشتیم به محله سنتر. همسایه گفت سخن تبریکی مردم همه نگاه داره. هیچ کی نمیه. همین نوروز همین مردم تاجیکستان تبریک میکنم. من بهترین تمنیات. خداوند نگاهتون داره. سلامت باشید. تو یه چیز موندر نشون تیم بر مردم. دیر کردیم برای باشین بدو برای شما نشون دادم دوستو. زنده و سلامت باشید. خداوند نگاهتون دارن. من میرم به کلخوزی همسایه حاجی امیرов. ببینید که در اونجا چگونه آمادگی شده ایستاده است در همین نوروزی. شیرالی امان و سلام ما را به مردم زرافشان نوروز مبارک. آشی بدوغ تمام شد به فکرم، ولی اسپر نکردم نزد آشی بدوغ روم. راستی گفت دلی خودم گم زده بود. افسوس که نتوانستم به اون دیگ دسترسی کنم. بعضی دوستا شاید گویند که چرا کامرات کهنه شده است و خیره میگیره و همون خاطر بخشش میپرسم که افیر همین خیلی است. افیر وقتی که افیر میکنید این در حرکت میشه بید همون فوکوسیروف که همین کامرا گویم هر خیلی دور و نزدیک میکند و همون خاطر به خیره نشون میده. اینم کلاوش نه کنج خوبه کورا زوران چه خوب است کورا بو بردم. السلام علیکم. السلام علیکم. محمد زیا فرخزاد بوستان کی نوروز یک راست یک خبردار نیستم. بازم نوروز مبارک. کدوم آرتیست می بیاد اینجا؟ به فکرم آرتیستش نمی بیاد. همون کارنای نوازا به فکرم کفایگی میکنن در همین منطقه.
участке якми, бله Аминбек Аминов, участке як. خداخواد همگی مرحمت کنید. اینجا پهلوان‌ها را از تمام گوشه و کنار دعوت کردگی هستند. دوام نوار را انتظار شود دوستا. حتما حاضر ما میریم به دهه حاجی امیرов. راستیگه هم نمیدانم دوستان کدام ارتیست میبود. عموما خبردار نیستم از برگزاری جشن نوروزی بوستان. فوتبال میشد گفتید بار دیگر. راست گپ خبردار نیستم از رفتی بازی فوتبال. رسلان نورов سلام علیکم. نوروز مبارک به مردم زرافشان. حاضر میریم و حاجی امیر ببینیم که در آنجا چی گپ و کار. اگر افیر تقری گیرد اگر میبینیم افیر میگنیم. اگر مبادا اگر افیر موقت شود اگر بخشش میپرسم از بقیه بینندگان و دوامش را بعد در همین زرافشان گویه نوار میکنیم. اصلا گوشتینگ زرافشان نوار خودری سخن دوستان نمردنش گویه همون حاجی امیر رو رفته یک از رفت نوروزیاشون میبینیم که چی گپ کار است. بابا زاده سلامت باشه. لاله عزیز میبیاد گفتیم. راستیگه من باز میگم که عموما خبردار نیستم. اینجا عقیده زرافشان ارتیست نمی بیاد. همین خدمت همین البته در دوره جوان بودم کودک بودم در دامان مادر گویم یک ساله مرادبک نصرالدینov آمدگی بود در همین زمین هایی که در پهلوی بانی است که همونجا دورباز آمدگی بود و مرادبک نصرالدینov آمدگی بود. همونجا یاد دارم ارتیستی را. دیگر تو حال همینجا من دیدگی نیستم که آیا ارتیستی شده باشد یا نه در خواجگی زرافشان. اکا محمد امین را دعوت نکرده سرود خوانم راحت کنید. صبور صوفی سلام مرا و مردم زرافشان رسانید که عید نوروزی مبارک شود. 2 نوروز است امروز. راستیگه کسانی که 2 میرفتگی باشد حتما دویم چسکه نیست. نمیدونم در کدام دیارش باشد نوروزی بوده است. اکا گوشتینگ افیر کنید. راستیگه گوشتینگ هم خیلی نوار میدیم چون در افیر کردن هم زردی متز و اعتماد رسد هم به نیکچ استوینی ویدیو می شود. به صفت می بیاد نوارش. در دوری 1 متر باشد اگر نوار خوشورتر میاد اما دورتر از 1 متر باشد اگر علاکه اون نوار به صفت می بیاید. گوشتینگ میشه گوشتینگ کلان احتم عبدالله احمد عبدالله نه وای 2 نوروز گفته حاجی امیر و زرافشان میگوید. بخشش میپرسم من نودرست فهمیدم. یعنی که در منطقه یکم یک باره به مانند سال گذشتگی نوروز بود که هم سامانیان داشت هم زرافشان و گوشتینگ های بهتر در زرافشان شدگی بود. من فرصت از دست داده و اونجا نوار
کردنی نرفتم، گمان کردم که به آخر رسید، اما اونجا تا ساعتی 5 بیگاه همین خیلی گوشتینگاه شده گذشته است. ولی گوشتینگ کمربندی رسیدیم ما با نوروزی حاجی امیرف. شخصیتی که در حاجی امیرف باشد اگر حتما فکر و اندیشه نیک خود رو در این کامنتار گذار یا اینکه تمنیات تبریکات باشد اگر حتما تبریکات تهنیات کنید دوستان عزیز ما. حاضر اولین چیز میبینیم یگان از یگان خیلی بزرگوار برای شما دعای نیک میگیریم دوستان. حکایت دلدار بی نه ما امتیا افیر میکنم، من در ظرفشونم پروسا سخنی از بچه حاجی امیر نمرد گفتیم اومدیم بند خواهم اینجا سیاند می حاجی کجا بخلا مونه تمام اکار گفت زنم اکا یکو سخن تبریکی باشه همینطور 46 نفر مسافرت مور نگاه کردیم. نوروزشون مبارک باشه، همیشه نوروز باشه. بهترین تمنیات بود از نام اکای دلداربک با کلی مهمانای انامین دیاری جوانمردان حاجی امیرف گذری پخسا نه وای دو نوروز گفته حاجی امیرف و ظرفشان میگود. بله انا ظرفشان گوشتینگ افیر کنید. امیرشاه دولت از نام پهلوان گوشتینگیری ظرفشان میرداشاه دولت به مردم ظرفشان سلام و نوروز مبارک باید دوستان. انشاءالله حتما تبریکات شما رو تهنیات شما رو میرسونم به مردم ظرفشان. و اینجا حاضر من قرار دارم در میدانچه ورزشی حاجی امیرف کمی هم باشد برای شما از همین رفت آمادگی نوروزی برای شما نوار میکنم دوستو. من آینده حامی دولت عزیز ما همین جوان پسر میشود که ببینید چقدر یک سر لباسی حربی زیبا دارد. من بهترین خدا خواهد وطن عزیز حمایش بردوش انمی خیلی جوان مردا شیر مردا است دوستو. واقعا نگاهش دارم. سلام نوروز مبارک به از نام بچه های ایرکوتسک زنده باشند. بچه های ایرکوتسک نورالله سلام گوید ماشاءالله. دستیام کنه ردم گفتم دشمندار میشه. دوستان میدانی نوروزی پر از جوان ها آمادگی برای خوش و خرسندی نوروزی دوستان. همین مردم ما رو نگاه کردن در اون طرف اکران یعنی خیلی دعاهای تمنیات نیک باشه برای مسافرها برای غریبا. نون تا سخن میکنه یعنی خیلی دعای نیک برای بیننده ها ما رو نگاه کردن آجو موفقیت خدمت دیخانم و برکت دیاد سر کسب کارشون شایش کار برون بهترین تمنیات از نام حاجی بابا خداوند دولتشون زیاده گرداند، عمرشون باقی نگه دارد برای فرزندها و نمیدونم نویر و اویر.
باز من از این گوشه چرخ زده بعد از اون طرف میدان برآمده دو خط رنگ میکنم و همین بعد با این نوروزی حاجی امیر خداحافظی میرم چون که من اکثر وقتم باید من اینو در زرافشان گذارم چون که دوستا سخناشون به زمین نزند به همون خاطر همین دیار آمده همین محلی با مولا اسراف هم دسترخوان نوروزی را آماده کرده هستند برای مهمان‌های دور و نزدیک. خداوند در کسب کارشون برکات دهد، در خدمت خرمن دهقان برکات دهد دوستان. من وقت ندارم. شما حال وقت ندارم دیگه وقت نمی‌آورید. نه من کجا که میبرم پروس هم یک افیره هم نگاه کرده در اون طرف هم فرگرم میدانه بعد ظرفشان میره برای کیا ویده اون خیلی سخنی تبریکی باشه اگر مخلصا ما رو نگاه کرد من خدا تو شما یک سخنی تبریکی نه به خدا خد از اون نور محمد یک تبریکی اکون نور محمد برای ما سخنی تبریکی بینچین دوی نیک میکنن مالک یوم الدین یا کنم صراط المستقیم صراط الانعمت علیهم مبارک الى یوم خداوند کریم به سوال ما یسار انسان به نقصان الله اکبر. بهترین تمنیات دوی نیک بود برای مسافرایی که این زمان ما رو نگاه کرده ایستادن در اون طرفی اکران زنده و سلامت باشن. الهی خیرمن دهقان همیشه پربرکت باشد و همیشه خوش و خرسندی در وطن عزیز ما پرافشان باشد. زنده و سلامت باشند. ما رو از این محلی اکای مولا اسراف نموندن گذاشتن. حتما یک آشی بهاری این نمیمونه داشت با این ساعتاش خطی آدمون نگاه کردن عرصیه ها کامی ملی کش گیره از بابا گیره ملا قهرمان شده دوستانه که کشک یاد کردگی باشه در غریبی ها مرحمت به نوروزی حاجی امیرف کشک با همراهی ما میفره دوستان. زنده و سلامت باشید. خداوند دولتاتون زیاده کند این میزبان‌های همین محله. بسم الله. واقعا یک طعام با لذت کشک. این طعام بهاری است که هر بهار یعنی خیلی روزهای بهاری کشک میکنن چی در خانه چی در میدان های نوروزی. خیلی بولازه دستی پزنده همین تمام درد رو نبیند ولی همیشه دیگه همین خیلی خانواده جوشیده است. کدوم همینو؟ شو فامیل میخونو حضرت یا کبود برکی اوه اوه چه داره کو؟ اوجبو بچه ها تو درسته ها هیا نیسته همش در منزه بهترین شخصی خوشبخت هستند که واقعا فرزنداشون همشون در نزدشون واقعا بسیار عائله است که خیلی آرزو میکنند که بار دیگر فرزنداش در سر یک دسترخوان نشینند. حیثای مسافرت ها بسیار میگردند همون بعد جمع نمیشوند اما این حاجی بابا یک شخصی خوشبخت بودند که فرزنداشون همشون در نزدشون بهترین. بار دیگه از نومی همین مردم تبریک گوید این نوروز را بهترین سلامت باشد تنسیت خانواده باشد. بهترین تمنیات بود از نومی حاجی مولا یعقوب. خدا دولتشون رو زیاده کند که همه تمنیات خوبه برای دوستا کردم. به ملا پولا بیا که مربت میشه
پولادوی خداوند دولتشون زیاده کنه. من گفتم که از چرخ زنم با خدا خواهد با خدا پاسشو زنده و سلامت باشن میزبانای گرامی. ایرج دولت و اکای مولو اسراف و سلام از نام ایرج خبروفسک. ما در شهر کراسنویارسک تماشا داریم. زنده باشد مردمی که در کراسنویارسک این زمان ما رو تماشا دارید. حتما ایرج دولت و سلام شما به اکای مولو اسراف رسید. من سلام تو گفتم. اشتیای صاف ایوان بگدن. ایرج سلام در خبروفسک هستی گفتن. سمنک نیست که راست دیگه حاضر میبینیم. به فکرم سمنک در محله ها میشد. به اینجا به فکرم آوردگی نیستن. الهام نادیر و من الهام من در یکترینبورگ زنده باشد. بخ فیضزاده اکای ملا اسراف از نام من سلام گوید. ایدیبای رجب و رحمت اکا سلامت باشد. صبور صوفیف سلامی مردم نوروز مبارک زنده و سلامت باشد. صبور صوفیف سلام گوید میگم همسیم شما نه همسیم شما از نام مولا یعقوب زنده و سلامت باشن. اینا دوستا زنده و سلامت باشن. این دسترخوان نوروزی فروشنده سیام کنه گفتن. کجای محلی کجا؟ نوم محلی چیزه اینجا؟ محلی تو نوم دارد آخی کدوم محله؟ محلی نوروز؟ اینجا محلی نوروز بود است. اگر دانید زنده و سلامت باشن مردمی همین دیو خداوند مردم میزبانان برای مهمانان آمادگی دیده ایستادن که اینجا بیاینده از دسترخوان نوروزی تعامل کنند. دوستان زنده و سلامت باشن. بچه ها همش از نه برید لک شبت خوب میشد. الهام نام نوروز مبارک همدنه عبدالله نوروز و هزار رحمت اکا برای مهنتاتون. زنده و سلامت باشید. حاجی دیگه کدوم محل ها؟ کدوم محل این دیگ؟ انا محلی خواجگی دیخونی لنگر دیگه جوشی ساده برای معرکه نوروزی برای دوستانی که مهمان میشن به این محله. خداوند همشون زنده و سلامت نگه دارد. سلطان توتیف سلامی به مردم زرافشان مردمی بدخشان نوروزتان مبارک. زنده و سلامت باشید. همون سخنی تبریکاتی باشد. این زمان ما رو نگاه کردن تمام مردمی در فدراسیون روسیه بوده. اکو نویخ هیا میکنن کو اکو میکنن اکو نویخ یا ویرو گردن اکو نویخ ویرو گردن الان کسی جواب داد. اینجا فقط خواجگی دیخانی پرسید. بله دوستان بخشش میپرسم. من محله گفتم با مانند زرافشان و جدمی شریف افعال اینجا اینجا گوش می‌کنم هاش گیر نموش حالا دی اوکی هول بگیرید تا شده. السلام علیکم. یه سخن تبریکی برای مخلصایی که ما رو حاضر در فدراسیون روسیه تماشا دارن. هولیسه از کجا شما؟ برای شما دوستان از اکای نازق یک سخن تبریکاتی برای این محله این ده حاجی امیر و اینچین تمام کل بیننده‌های این کانال. السلام علیکم برادران. الان سرسال شوید. امروز سالی بخیر از
من آرزو دارم که شما همتون سپورتسمن شوید رنگ من باری نمید. بهترین تمنی. سالی گذشته پخته نقش شد امسال با پخته بیشتر شد. مهنت کنه نخوره. الله اکبر. بهترین. من بهترین اکو. این کس برای خودشونه هم کوشش غیرتشون برای همه. بیشتر شفاش میشه. من زنده و سلامت باشه. نه من وقت ندارم باور نمیبرم در اونجا بزرگ من شنوندم من زرافشون رفتادم زرافشون مونه در کلیش شما مونه من یه هفته ما در اونجا یه هفته زکست شدیم اکو بعد هم ولی هم این پیروی دیار مهمونه همین دیار اومدگی در سری دسترخوان نوروزی زنده و سلامت باشن دوستان هم از شما رو همین اکو سلام گفتم اگر سخنه تبریکاتی باشد اگر مخلصا در اون طرف اکران ما رو نگاه کردن خوشبوی اون که سخن دعا باشه در همین روز عید بهاری به همین مردمی که ما رو میشنون میگوش کسادیان عید نوروز مبارک باد در کجایش باشیم سربلند باشیم مردمی تاجیک در کجایی باشن سربلند باشن همیشه روزه نیکشون روزه عید نوروزی باشد دیگه روزها صحت سلامت باشد بهترین تمنیات از نام حاجی بابا خداوند دولتشون زیاده کنه زنده و سلامت باشه پراموی ترانسفرانسیه اینجا زرافشانه اینجا حاجی امیر فاست بله اینجا حاجی امیر فاست تو بعدا من میرم حتما بعدا زرافشان میرم دوستو زنده و سلامت باشه شکرلا نیست اینجا چیز حاجی امیر خوب دارم مهردو پراموی ترانسفرانسیه اونجا کارتایی کنکار که مردم بیاید سلام اکو خواست کنید تبریکات از شهر اصفهان نوروز مبارک زنده باشد مردمی شریف اصفهان الله اکبر دیو جیغ زنید معرکه را آباد میشد انشاءالله الهام ندیر بابا کامل سلام رسانید شما بابا کامل شما را سلام رسانید بابا کامل سلام رسانید نه از اون طرف احمد عبدالله سلام گفتم یک دعا برای غریب‌های بیرون از وطن از اکوی شما دو طلب کردن دوستو فوق پاسدار 18000 عالم همین ایدای نوروز الان تنی چهت خاطری جمع کرد و همین مردم هم وقت اینجا امانی کرد هم وقت حاصل نوروزشون مبارک شد همه برون دهخانو حاصل نزد برون هم وقت تنی صحتیت خاطری جمع شد کرد بهترین دعا بود از اکای کامل برای تمام مسافرایی که حاضر ما رو نگاه کرده ایستادن خداوند دولتاشون زیاده کنند این میزبانا را که برای آمادگی مهمانا آمادگی دیده ایستادن انتظار هستند خداوند در دسترخوان دهخان برکات دهد که بعد از این نوروزی گویم کار در صحراها آغاز می شود ایلم خرمن دهخان پر برکات باشد باقی سربلند خانواده باشید برای کی آوه من زرافشان میرم من کم ترم اینجا گردم علیکم سلام سلامت باشه در اونجا بزرگ ششتم واقعا مردم مهمان دوست هستند به زوری به سر دسترخوان میشونن البته من وقتم کمی تنگ است من البته یک هفته میشد که مردم زرافشان درخواست کرده هستند که ما در اونجا وای کنیم چی میگود؟ نوار برداری کنیم دوستو التماس دوستا کسایی که میبینن زنگ نزنید که افیری ما قطع میشد دوستو گلناز رحمت باباها ما رو خداوند نگاهبان باشد سلام ما رو از غریبا رسانید که ما رو دو ما را یاد کردیم احمد عبدالله بپش راهبر تمام مسلمان های روی دنیا با آمدی ماه شهر رمضان تبریک شعر نوروزی میگویی بچه کی میشی
ای شیر بچه داده شیر نوروزی گو ایزدام کشی بهترین زنده و سلامت باشم خداوند همه را به نوروزی و دهخانی اصیل از خواجگی دهخانی مرزانباد زنده و سلامت باشند. خیرمنی دهخان پر برکت باشد. سخن تبریکی از حاجی بابا برای مسافر یک دعای نیک نه. الها در این سال نو، الهی سال نوروزی نو، خداوند عاقلی کاری همه ما را به خیر گرداند، از بلا و آفت‌ها در پناهش نگه دارد، به جمع مراد و مقصد نیکی دینی و دنیایی برساند. الها در همه دهقانی ما برکت یار. اللهم ربنا آتینا فی دنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک. آمین یا رب العالمین. برکت اوید. زنده و سلامت باشید. خوش شد که نصیب کنند که آمنه. بسم الله. نه همین یک دونه لیمون گرم من آب دهنم رفت. لیمون میبینم بیهوش میشم. زنده و سلامت باشه. بسم الله. سلات های نوروزی را آماده کردن برای مهمان های مخصوص. الکس کاردو قطعی همین نوروزا همه را زنده باشن. الکس کاردو ای نورمونه یا پر کنه تو پر بگیره تا خداوند داره برکت و زنده و سلامت باشه دوستان. من شویش کارتون ده من دوستانی ما همه را به نوروز رساند. خداوند دولتاشون زیاده کنه. اینجا کدام محله یا کدام خواجگی؟ خواجگی دهخانه عوض‌زاده. من عوض‌زاده. مرحمت مهمونه خواجگی دهخانه عوض‌زاده دسترخوان نوروزی برای شما آماده است. زنده و سلامت باشند. خودداری کردن از خودشان نشان دادن. هر اسکر رو زنده باشید. خدا خواهد بعداً گم میزنیم. التماس افیری ما رو ویران نکنید یا که من شما رو زبلکی رو بند میکنم. سخناتون درست است اما زنده و سلامت باشه. عبدالله نوروز ما بلچکی گوشتینگ های انوشیروان هستیم. انشاءالله پگاه امروز خدا خواهد در زرافشان می شود نوروزی کلان گوشتینگ در آنجا. حتما از بازی های نوروزی انوشیروان شما نیز بهره‌ور میشه. این کدام خواجگی دهخانی؟ خواجگی دهخانی استایان من آمادگی دیدن برای قبول کردن مهمان ها به همین دسترخوان نوروزی. لیم در خیرمنی دهخان ها همیشه برکات خداوند نازل گردد. زنده و سلامت باشند. به فکرم از زرافشان میشه چون که اونا یک هفته پیش اعلان کردن گفتن که از خود ازبکستان از تمام گوشه کنار کشور ما دعوت کردیم. گفتن گوشتینگیرها را گوشتینگ ناز به فکرم در آموزش میشه. اینجا خواجگی دهخانی صوفی زاده. من خواجگی دهخانی صوفی زاده ها همشون آمادگی دارن برای رئیس خداوند دولتشون زیاده کنه. کسب و کارشون برکتیت. میخواد سخنه تبریکاتی باشد. مردم ما رو نگاه کردی سودان. از نام رئیس تبریک برای مهمان ها. کما سخن کنید. گم نیست. آجبای اون خیلی سخنی نیک اون خیلی تبریکاتی باشد برای السلام علیکم برای مخلصی که حاضر ما رو نگاه کردیستان در فدراسیون روسیه. خداوند نگهدارشون باشد. کسب کارشون برکت. این نوروزی که در اینجا گذشته در همون رمضان ساخت سلامت باشن. در امان خدا باشن. زنده و سلامت باشن. زنده و سلامت باشه دوستان.
رکیه ہوئے دوستان زنده و سلامت باشه. ما تنها تیرهای کار میبینیم در افیر. اکا افیر را ویران نکنین. کدام مولای روین مسجد تا با خودتون کنین نصیحت نکنین. خوشنود اشور امین رحمت بابا جان. معلم ها سلامت باشند. معلم جان سلامت باشه. ساعت چند شمرده؟ ساعت 8:56. بخ شریف سلام علیکم. این در کدام قشلاق؟ اینجا حاجی امیر فصل. حاضر من قرار دارم در حاجی امیر. بعدا میروم با السلام علیکم. چینجه هیروش نم چی بین خیلی گفته اینجا افیر عین ما قد نمیکنم. زنده و سلامت باشه. خداوند در کسب کار دیخون وقت نیست. منوچهر صابرزاده شتابت بعد زندگی و اجرای کارهای نیک. من سلام علیکم. یک خان زنین صبور زوی سلام صوفی زاده. ایدا مبارک نوروزی. زنده و سلامت باشید. اکو محمد زرافشان روید. خدا خط همین رد ادا کنم بعد زرافشان میرم دوستو. زنده و سلامت باشید. راست دیگه من بعضی ها نسترین روی کرد ندونستم. حتما زبلکی رو بتکنم اونها رو دوستو. التماس هر خیل افیری ما رو ویران نکنید دوستو. هم همه کودکای در بین صحنه برآمده یک طرف سلسله همتون برای التماس پدران، باباها، عمک‌ها، تقواها همه شخصان کلاسات. السلام علیکم احمد. خوشنود اشو یک پرنده نوروزی نشان دید و خیلی در دوری هست دوستان. هر یک از فریدون ویزاده سلام علیکم. شاید گوشتین سر شده اکر نیاز ساعتی 10 میشد گوشتین بود. زنده و سلامت باشید. میر خان اسنامنه پتپیچکا در حاجی امیرف هستند. پتپیچکا ما در همه جا هستند دوستا. برای خاطر سخون شما نمرد گفتم ما همه یک اومدیم همین گفتیم که یک بار دو نوروزی شد برای خاطر و شما نیز خفه نشوید گفته برای شما نیز ما اومدیم دوستا. زنده و سلامت باشید. زنده و سلامت باشم. بخشیر مردم زرافشان سلام از ظفرآباد. زنده باشند. حاضر اینجا مردمی حاجی امیرفند. حاضر من میرم نزدی همون زرافشان میرم دوستو. زنده و سلامت شید. سراز بلوک ساسید انشاءالله. واقعا سخن تبریکاتی باشد بعد مخلصای ما که حاضر ما را تماشا دارن از تمام روسیه. جمهوری خلق همش ایدو مبارک به همه. بهترین تمنیات از نام اکو دلشدبک خیرآباد. دلشدبک از خیرآباد. زنده باشند مردم خیرآباد. دست خیرشون به تمام کس میرسد. زنده و سلامت باشند. نه دوستو میخوان مهاجرا را تبریک کنن دوستو.
نه دوستا میخوان سخن کنن اما آوازشون تا اینجا نامساده است. دوست سلام علیکم. سخن میکنه اکو برای دوستو. زنده باشن کوچه پاکسه سلام. خوشنود برنده نوروزی از نام ما سلام دید. بلال سلام از پنجکن تبریک. زنده باشن. من زنده و سلامت باشن مردمی که حاضر ما را نگاه کردن از خودی که با پیش من زنده باشن. دورانبا امروز استراحت دارن. فرزند شما آینده میداندار همین دیار حافظ نامشان چیه؟ ادریس بای. من داشتم شام کنه گوشتگیر ملی. گوشتگیرم؟ خدا خواهد زرافشان. بلوگران میگردونه. اکه بیگ محمد فقط هفت. برای که هفت. استاتیال هم میگه. اکو من برام پیش شما دویم همه اکو من پمیخ میتونم. من پمیخ دو سالیم. یعنی مردک حقانی زور هم جهات تماشا میکنم هم بشون میکنه. سامانی هم با پیش. زنده باشید. سامانی هم با پیش. زنده باشید. خودمون در خود خبر است. راه دیدن در اکران نیمو. زنده و سلامت باشید. آخی التماس فرمای استرا هم نگاه کردید. فهمیدید؟ گپای وایلش من بخشش ده. من اکوی بیگ محمد حافظوف میخوان از نام خودشون و از نام تمام این منطقه برای مهاجرایی که عین زمان ما رو نگاه کرده ایستادن تبریکات سخن میکردی هستن. مرحمت رشته سخن برای اکوی حافظ و بیگ محمد. سلام علیکم همه برادران دوستان که بیرون از تاجیکستان هستید. نوروزتان فیروز باد. هر روزتان فیروز باد. سلامت باشید آباد باشید. به دیار برگردید. بیگ عمرزاده سلام نوروز دا مبارک. ای نامی بیک زنده باشم. به چه میشه؟ برای کیوی من خدا باشم میام ترمان بعد زرافشان اونجا یه هفته بود اونجا گفتن نوار کنم اونجا میرم. زرافشان نوروز بوده. مشتی کلان اعلام کرده. اینجا هم میشه؟ به یا بودی بچه. دوستان. تریاد کنید. من زنده و سلامت باشم. و مهاجرا هم ایراج کار زن ایراج و همین گروه شما ایراج کار زن کار زنت میگم اکه ایراج بود زنده و سلامت باشه. اکه محمد امین در اینجا نیستن شعر میخونن که نباشین باید باشن نه وقتی میشنم تو نام میشه. من سلامت باشم. ها دوستا زنده و سلامت باشه. شهاب رحیم زاده سلام گوید اکو بیگ محمد شیرالی امون زرافشان را بید خیشم همه خیلی منه خدا خواهد من اینجا برونسه همون زرافشان میرم. شیراز شانیمت سلیم قربانم سلام گوید سلامت باشن سلیم قربانم. زفرجان میرزای السلام علیکم مردم مچان نوروز مبارک شود. من عزیز پوجا از کراسنایر مردم زرافشان را به نوروز تبریک نمایید. بیک مرزا انون بیک سلام خوشنود در شروع منو چه؟ یا منو تبریک میگه مردم شور نگه دارم سر ببینم منو مخلص اشدی منو خرسندی کودکو حد و کنار ندارد. همه مردم برای خرسندی نوروزی زنده و سلامت باشند.
ایرج دولت ظهورکو مهراوری حافظیان سلام از شهر سرگوت مزار شریف سامانیان به نوروز تبریک میکنم. زنده و سلامت باشند. بعد از اون خداحافظی میکنم با مردم حاجی امیرف. زنده و سلامت باشند دوستان. اینام بکنم باس نولچار در کجای نوروزی در نوحه مسجد جماعت مسجد هم در حاجی امیرف هست هم در عقیده زرافشان. اقبال میرزا سلام منطقه دویم نمیری نه دوستان در نوحه مسجد. سلام به قهرمان از ارکوس من سید مراد مبارک. من دوستان تبریک میکنم مهمانای از سامانیان به مردم حاجی امیر. سخن تبریکاتی داده میشد به اوسقالی که از محله های سامانیان قربان و شهرت جان. سلام علیکم برادران عزیز. من شخصا از نام خودم و از نام تمام مردم عقیده سامانیان مردم حاجی امیر رو با این روز نوروز تبریک و تهنیت گفته الهی هر روزشان خیلی نوروز و هر روزشان خیلی خرسندی باشد. سلامت باشید. بهترین تمنیات بود از مهمان های حاجی امیر. زنده و سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله. من سیمای تاجیکی بهترین یک سیمای زیبا محمد نام داشتن هم نام خودم بگم ایلم از خداوند عمری پربرکت نصیب روزشان گرداند که برنامه میدانچه نوروزی آماده ایستادند. زنده و سلامت باشند. خدا سلامت کنه. برای آن زرافشان فوتبال میشد گفته بار دیگر راست دیگه هم نمیدونم که فوتبال میشد یا نه. زنده و سلامت باشد. من از مهمانای دیار غیر با مردم حاجی امیر سخن تبریکاتی داده میشد و اینچین دعای نیک از اکای تویخان. رحمت خداوند کی چلونیتی داره. خداوند این روز خرسنده ای که تمام مردمی که در خطا آمده تحت عنوان همین گشایش کار برای کارشون کرد کشت کارشون به برکت عطا کننده خلق تاجر به مناسبت همین عید. خداوند چه طلبونیتی نیکی که داریم خدا با مراد مقصد رسد. ربنا آتنا فی الدنیا و فی الاخره حسنة و قنا عذاب النار. بهترین تمنیات از مهمان سامانیان به حاجی امیر و اکای تویخان. زنده و سلامت باشن. اینجین اکای شاه محمد. زنده و سلامت باشن. اینجین من تقوی سپانسر کانال ما راست دیگه در خواجگی سامانیان کسی دریاب نکردم. من اینجا اگر باشن حتما میبینن. جیاناتون شما را سخت سلام گفتگی بودن. زنده و سلامت باشن دوستان. من این راهبر آدینزاده دعا برای شما و غریبا. زنده و سلامت باشه. صبور صوفیا رحمت برادر نوار خیلی خوب همیشه سلامت باشه. برادر دیدم رحمت زنده باشه. اینجا خوبه؟ زنده و سلامت باشن دوستان عزیزی ما. یعنی خیلی با میدانچه حاجی امیر آماده ایستادن برای آمادگی. اکای باربا کیا او مردک نیستم و من برفتم دیر رو گفته من زرافشان برفتم باید برشون ایمارالدین سلام علیکم گفتن و علیکم سلام بر اکای ایمارالدین. زنده و سلامت باشن. من خداحافظی میکنم با دهه حاجی امیر. میروم که به جای اصلی زرافشان با میرخان پخسه. سلام علیکم
همشهری نوروز مبارک. نیلوفر خان گفتن رحمت برای تمنیاتتون. نیلوفر خان زرافشان رو بید محله نواباد نوار گرید التیموس اکی انشاءالله هرچ حال زرافشان رو هم به همین از همین رفتی افی را گویم قطع میکنم بعدا اما گوشتینگ ها را یک برای شما نوار میگیرم دوستان. پر سلام علیکم از مسکو ایشانی محمد خوجا رحمت و علیکم سلام. افیر نکشید شیرالی امانو نیلوفر سلامت باشید اپای که خواهر نیلوفر خون بگذار همیشه مخلصایی که ما رو میبینن در کجایی که نباشن خداوند در اون جانشون در مال ملکاشون خداوند برکات دهد. همیشه دسترخوانشون پرناز و نعمت باشد. دسترخوانشون پرناز و نعمت باشد دوستان عزیزی. ما را همون شخصیتایی که رسیدن ما رو خیلی زنگ میزنن افیر قطع کردن بخشش میپرسم از بیننده ها. مهرآوری حافظ نیلوفر بانو نوروز مبارک باشد. گفتن مهرآوری حافظیان آمین. گفتن نیلوفر خان. رشید کریمов سلام برات. این کدام ناحیه؟ ناحیه مسجد. ناحیه مسجد یعنی که ناحیه که کوهستان نه، اینه که اویبک گرانسه ازبکستان قطعا سرحد هست همونجا. صد با شکر برای همین قدر نوار که خیلی آدمای نزدیک دیدیم. راستیگه من نخواستم که شما را نوشم کنم، یعنی که اندکی هم باشد دیدید از همون رفتی آمودگی نوروزی حاجی امیرov. اکنون دوستان من بعد نوار من همش از زرافشان می شود. خنده بیزن برادر تاجیکستان سیلا زنده باشد. تاجیکستان سیلا آمین سلامت باشید. او دیاکو با سلام میگم هیچ شهرت اوساقال شده. اوساقال هست جانشین اوساقال حکم اوساقاله را دارد دوستان. پولاد یولداشو سلام اکا گوجا با بوسکشی رایم بردی وارمی اولاق نوانده چوانوس. راستی نفهمیدم لیکن در همین مسجد ما چواندازی نمیشه. راستی من ندیدم یکم بار چواندازی را در همین مسجد نه. اگر در خمرآباد اونجا نشود اینجا به فکرم نمیشه. محمد شاسیدov سلام علیکم. مرجان قاسمov سلام به لایق زمانov رسانید از مسکو. انشاءالله لایق زمانov به حتما سلام برسانیم. بهترین سلامت باشه. شوخی میکنم گفته ورم شما را چیزی نگفتیم. بگذار شما شوخی کرده باشید دوستی عزیزی ما. نیلوفر آمدی ماه شریف رمضان به همه مبارک باشد. رحمت دوستان. دوستان ما اینجا قرار دارن برای
فرمان قرغان اولاغ گفتیم پولادبای نه راستیگه ما اونجا نمیریم بگدن ایوان از نام پسرخالش لایق سلام گوید گم نیست اکو بگدن ایوان پسرخاله لایق زمانو یکی از سپانسورهای کانال ما راستیگه دوستانه که هواداره گوشتینگ بدید اگر وایم شود که باز میگویم دستگیری کنید من دیروز یک نوار گذاشتم برای دستگیری کانال یعنی من کارم رو پرتاب دادم اصلا من مسافر کشی میکنم از همون حساب کار خودم رو یک سو مونده برای دوستان نوار میگیرم یک همتتون رو نشان داده یک کارت از همون کارت کمی هم باشد ترسونید که و منم ضعفمند شدم برای اینکه برای شما از همین خیلی وقتی خودم رو دریغ نداشته برای شما نوار میگیرم دوستو زنده و سلامت باشید باری دیگر آدینه زاده زنده باشد کجای باشد الله نگهبانتون ایرج دولت رحمت و خوشه برای نوارهایتون تشکری نیلوفربانو خدا نگهبان همه ما غریبا باشد باز من از مهمانو یک درخواست میکنم اگر سخن تبریکاتی داشته باشند اگر برای شما دوستو سخن تبریکی میکنم اگر و فکرم راضیگی ندادن برای خاطر من از نزد آنها گذشته میروم زنده و سلامت باشند بهادر جان تینجه بهادر جان فاتحه ها تینجه نگم گفتم پیش دارم ترسیده چی خیل گوش کلش چند سوم آشنا بگدن ایوانو 9182 دوشنبه سیتی نه 964 79 61 همون نوار پیشینه من گذاشتگی هستم اونجا وای مونده است تنها برای سپانسورها گفته همون ویدیو کرده هستم من یک تا همون جی میتونه دوستو وای کنه همون کارتر ترسونه 964 79 61 مهرآور حافظیان سلامت باشه نیلوفربانو در حق مسافرها دعا کنید اکا گوشتین در زرافشان باشه بله دوستان در زرافشان افتاب از پس ابرها کمی هم باشد خودشون نشان داده ایستاده است امیدوار هستم که به پرگی افتابی شود و میدان خیلی خوب شود در عقیده زرافشان بله گوشتین کلان در عقیده زرافشان سلام علیکم امان سعیدوف سلام به مردم نواباد زرافشان نوروز مبارک از ایرکوت سعیدوف سعید مراد هوا خنک های اکوی محمد نه حق خنک نیست خیلی میشه طاقت کردن
انا خرسندی کودکان حد و کنار ندارد. انا کودکان نمی‌دونم خرسندی کودکان چگونه در نمین بوله نمین میم بوزی کرد خرسندی هاشون واقعا حد و کنار ندارد. هم در حوجی امیرواز هم در زرافشان. ها کیا رکورد کسی دیگر رکورد ها؟ رکورد بازم چند؟ میزنه؟ میزنه رکورد علی شهرام گذاشته 578 انا جوانو خوب بازی کردن yaxshi badani sonqada yaxshi badani sonqada Dori sen namazan Dori تو زنم سیان کرد دادم ماشین دا بالا 1000 از زنده باشن شادی محمد زن سلامت باشه بیچاره که دیگه نمونه زنده باشن اولین شخصیت کافی ما کلیچ سیوی کلام زنده و سلامت باشن بیم کم نشون دوستان مهاجرانی که از وطن دور هستیم عین حال ما قرار داریم از شهر سرگود زنده باشن مردم سرگود همین صفا سامونیان و پیش زنده و سلامت باشن انو ایشون مهمونی من هستن همچه همه روی همه یا با تبریک مرم تبریک برای همه آدمای بودمردی به تبریک کردن ایشون یا فوتحه مچنگر دهمج فوتحه بخش پیش فوتحه هم بطری تو در دست تونسته در تشکیلش کنه هذه مهمونه اول خط
دعا را فراموش نکنید در حق غریبا. دعا را فراموش در حق غریبا. انشالله اینجا ایشان بابا دیگه حال خدا خواهد من ایشان بابا یک دعای نیک برای مسافران میگیرم دوستان. السلام علیکم ایشان بابا اینجا هم مسافرات تماشا کردن ما در غریبی میگن ایشان یک دعای نیک موتیان. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فإنا خاسرون. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. پروردگارا از آفرهای دنیوی در پناه اسلام یا مسافران خدا در پناه نگهدار شود به حق نصر من الله فتحا خیبا. آمین یا رب العالمین. آمین. بهترین تمنیات دعا بود از پیر دیار ایشان بزرگ. خداوند دولتشون زیاده کند که برای مسافران دعای نیک کردن. خداوند همشون زنده و سلامت نگه دارد، ساق سلامت باز و نزد زن و فرزند پدر و مادر رو باز گرداند. آمین. زنده باشید. دو چاینک بود. برای کی اوه؟ ما خدمت هم رفت. UFC اکو گذر مرساله گوید. گذر مرساله کدومشه؟ گذر مرساله. پایین او یکم ده موسوسیو. حاضر همونجا گذاشتم اکو. سنگین توره را سلام گوید. و کی باشه سنگین توره؟ خدا خواهد بینم شو حتما سلام شما رو میرسونم. خدا خواهد اوش لخت کرد سوگن برای دمپرتای آماده است. زنده باشن نکه استونه است. کسی یاد کرده بود اگر همین خیلی بوده کلون از ده کلون آش خوردن. دومولا عودی محمد بینید گوید یا دعا کنن التماس. یا هم نیست عودی محمد بینم اگر حتما برای شما از اون کس دعا میگیرم. گذاری عقاب گوید حاکه به کلیچکار یک طرف میگذاره اینجا تمام مردم رو نگاه دارد. خدا خواست به همین ما یک همین میگردم و به همین افی را قطع میکنم. بی بابا السلام علیکم. السلام علیکم. اینجا خوبه سازه؟ این دیگه کوچی بین حاجی. دیگه کوچی بین. رئیسش من. بهترین. رئیس بابا رو دولتشون زیاده کنه. ایلیم رایت دایم عددشون فقط نیکی ها رو بینن. نیلوفر از گلشن گلزار به گلستان چی نویسم؟ من خود غریبم به غریبا چی نویسم؟ در ملک غریب گشتم با دل پرخون، با این دل پرخون به عزیزان چی نویسم؟ زنده باشن اپای نیلوفر خان. رحمان و نوروز مبارک باشد. بسیار یاد کردیم، واقعا جای یاد است، چون که بسیارتر مسافرها همشون در غریبی هستن. من نونه مسچو میگود برای بچه ها چه نگو سخن تبریکاتی باشه. حاضر مردم ما رو نگاه کرسادیم. تو مردم ما رو نگاه کرسادیم. زنده باشن. پتیشکای زنده ما قرار دارن. من از نام این کس برای شما با کلی بیننده یعنی این کانال
در تمام گوشه روسیه که ما رو نگاه میکنن تبریکات همین کس رو برای شما میرسونم. زنده باشن. اکبر جان خداوند دولتشون رو زیاده کنه. ملامت سلامت باشد. نیلوفرمان برای دلبرداریتون. علیشیر خالقزاده سلام علیکم. از نام غریبای مسکو ورزش شریف زرافشان نوروزی به مردم مبارک. جعفر سلام گوید. جعفر کی باشه؟ جعفر شما رو سلام گفتم. گو بیزنس. گو بیزنس همین کسان؟ ترسون جعفر. با شکر الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب است. خوشیتم. با من دقیقا میشنم واسه شخصی رفتم ویدیو فقط بنزین بروندم. روزا من جواب بدم. همین باید نیست. یا اساس میمونم من برزون میشم. بهترین. سلام به همه مردم مسجد نوروز مبارک. حال شما را فقط غریبا تماشا دارند. بله دوستان خداوند همه برای مهمانای مخصوص جای کردیم. سلام علیکم. معلم جان خواهد سخن تبریکی برای غریبا نگاه مکرسانه. محمد زیا فرزا حال شما را فقط غریبا تماشا دارند. کرامت الله عبدالله. معلم جان و معلم جان سلام علیکم. سرتش مشغول هستم که سخن تبریکی من در مسکو هستم. تصمیما در حکیم من هم انشالله همین دعایی که شده است همش برای شما هم دوستو. 88 سرگو سلام گوید مردم زرافشان انشالله. محمد زیا فرخزاده نیلوفر شما از کدام شهر تویستانی خیلی زنده باشه. اگه اپین نیلوفر دیگه شما با هوای خودشان نمونه. زنده باشن اپین نیلوفر بمونه. الله هدایت کنه. حسن زاده بگذار هر چی فکر میکنه دوستای دوست خلال نرسونه. زنده و سلامت باشید. سلام رحمت نوری دیروزه دلیر سلام علیکم نوروز مبارک عقیده زرافشان. بخیر سخنه تبریکی باشد اگر واقعا من خیلی دوستا رومنا 2 ساعت میشد که با شما در افیر هستم و فکرم به همین با شما خداحافظی میکنم. از این افیرها دیگه نمیشد. بعدا من نوار کرده از رفت گوشتین ها برای شما نوار میکنم دوستا. زنده و سلامت باشن. السلام علیکم. تینجا خوبه سازه سنتت خوب است مردمه. برات خوبه؟ ترکیه وید حالی خورم مال دوستو باقی سربلند و خانه آباد باشید. قهرمان خداوند باشید دوستو. این بود شما خیلی آواز افیر کردم.